سلام، من مسیح علی نژادم و اینم 266مین برنامه تبلت توی آبان. یادتونه اول وقتی میگفتیم آبان یاد 13 آبان میافتادیم، ولی الان یاد آبان خونین. توی آبان سال گذشته به مدت 3 روز اینترنت رو بستن، بالای 1500 نفر رو فقط تو 3 روز کشتن. حالا تو 13 آبان ما دانش آموزا رو هر سال امسال صف میکنن، میگن بگو چی؟ بگو کلی تو کله ما بچهای قد و نیم قد کرده بودن که بگیم آمریکا رنگ رنگ تو خون جوانان ما میچکد چنگ تو. اصلا باورم نمیشه این خونی که میگفتن از چنگ آمریکا میچکه، از چنگ خود اینا میچکه. هر سال یکی از اونایی هم که حاضر بود تو همون 13 آبان گذشته که آمریکایی‌ها رو گروگان گرفته بودن خون از چنگش بچکه که هیچ از چشماش هم بچکه، کی بود؟ Could you personally lift up a gun, Yes. put it to the head of one of these people and kill him? Yes. ایشون با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا به همراه دوستانش 40 سال مردم ایران رو بدبخت کرده، ولی بچه خودش کجاست؟ آمریکا. فرستاده خوشبخت بشه، درس خوب، زندگی بهتر. بعد الان تو سالگرد آبان اومده، یعنی نه آبان خونین، تو سالگرد آبان خونین اومده میگه چی؟ میگه که خب بالای 1500 نفر رو کشتن، دوستش مجوز داده که بکشن، همین دوستش که دستش گرفته بود برده بود تو کابینه، خانم واسقی فرماندار خانم زده کشته. بعد اینم گفته بزن رفیقم که چه خوب میزنی میکشی. ایشون من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید. مردم البته بعد از این اعتراف بلایی به سرش آورده بودن که یه مدت کلا غیبش شده بود، توی سولاخ مولاخی قایم شده بود. حالا بعد یه سال معصومه ابتکار اومد از تو سولاخی درش آورده، گفته دمت گرم دوست من، تو 13 آبان اون موقع من انقلابی بودم. انقلابی بودن مهم نیست، انقلابی ماندن مهم است. و چه خوب که تو انقلابی ماندی. من البته میخواستم گروگانای آمریکایی رو بکشم، تو زدی گروگانای ایرانی رو کشتی، هیچ به نفع تو. یعنی رسما گروگانگیرها نشستن تو ایران قرمه سبزی کشک و بادمجون میخورن، بچه‌ها رو فرستادن آمریکا و فرانسه همبرگر و فرنچ فرایز شامپاین بزنن تو رگ. بعد ما مردم ایران بچه‌هامون بعد بیان صف بیستن، مرگ بر آمریکا انگلیس. باور کن بچه‌ها رو 40 سال وادار کردن بگن که خون جوانان ما میچکه از چنگ آمریکا و فرانسه و انگلیس و فرانسه. گفتم باور کنید اینا رهبرشون که کلا از دم بچهای مسئولان نظام فرستاده خارج کشور اومده نوشته به جوانهای فرانسوی، گفته که چون که خون جوانای ایرانی از دست رهبران شما میچکه، پس برید از رئیس جمهورتون سوال کنید، اگه راست میگید در مورد آزادی بیان نقدش بکنید. چرا تردید در مورد هولوکاست و نوشتن از اون در فرانسه جرم است؟ ایشون گفته، خامنه ای به جوانای فرانسه گفته برید تتوشو در بیارید. نوشتن از خود تو ایران جرمه، بعد تو میگی برید به مکرون و ترامپ و ملکه الیزابت اعتراض کنید. یعنی مقدسات مرزش میدونیم به کجا رفته، رسیده به رهبری، به جنتی، به خاتمی. اینا به جای اینکه تو هالووین ایفای نقش کنن، دوران تو ایران ایفای نقش میکنن که ملت حسابی بترسن و عطای نقد رو به بقای خودشون ببخشن. بیخیال شن که نمیشن. این قوانین مربوط به مقدساتشونه، مختص ایران هم نیست، چون که تروریست صادر میکنن. کیلو خارج کشورم باشی اگر به مقدساتشون توهین بکنی، فوراً قوانین رأفت جمهوری اسلامی ایران را در اقصا نقاط جهان بر روی شما اجرا خواهند کرد. از ایشون شروع شد، دستور داد برای ادب کردن اونایی که به مقدسات توهین میکنن. فرزنگا دور از ایران هم هستی، باش فتوا داده بخون حیاتی. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید. و بعدم البته ایشون کتاب نوشته و به جوانان غیور غرب گفته که خب راست میگه خمینی، هر جا سلمان رشدی رو دیدید حساب کار رو بذارید کف دستش. و به این ترتیب خون جوانان ما میچکد از دستتان که از اول انقلاب تا حالا هر کی خارج کشورم پاش رو از گلیم تعیین شده توسط خمینی مهاجرانی و جمهوری اسلامی فراتر گذاشته، آدم فرستادن تا توی اون ینگه دنیا با کارد آشپزخونه و گلوله و تناب خلاصش کنن. حالا من بهتون میگم که چطوری از همون اول انقلاب به دستور مستقیم حضرت انقلابیشون تابستونها وقتی میرفتن خارجه که تفریح بکنن، بالاخره خرج داره تفریح، یه ماموریت کوچولو هم میدادن. ماموریت کوچولو یعنی کشتن مخالفان، که دست خالی نمونن. یه آبی به پات بزن
تو سواحل فرانسه، ولی یه انگشتی هم تو خون کسایی که منتقد و مخالف جمهوری اسلامی که اینطوری تفریح در بلاد کفر کلاً تکمیل بشه. 1. علی اکبر طباطبایی سخنگوی سفارت ایران تو آمریکا در دوران پهلوی به داوود صلاح الدین توی تیر ماه سال 1395 $5,000 دادن تا در نقش یک پستچی در آمریکا بره دم خونه علی اکبر طباطبایی و با 3 گلوله بکشه. بعد هم فرار کرد به دامن جمهوری مقدس اسلامی. 3 times point blank range. You squeezed 3 shots. 3 shots. 2. عبدالرحمن قاسملو، عبدالله قادری، فاضل رسول. تابستان سال 1368 بود. خمینی مستقیم دستور کشتن قاسملو رو از حزب دموکرات کردستان داد. بعد هم محمد جعفری صحراوردی نماینده جمهوری اسلامی ایران، مصطفی آجودی با پاسپورت جعلی وارد اتریش شدن برای مذاکره، ولی تو اون جلسه خیلی راحت زدن مخالفانشون رو کشتن به دستور این آقا. بریزید خونها را. خمینی جنگ علنی و رسمی رو علیه ما راه انداخت و اعلان جهاد داد و من که خودم اون موقع به عنوان تنها نماینده لایق مجلس خبرگان انتخاب شده بودم و قرار شده بود برم در تهران در جلسه مجلس شرکت بکنم، همون شب یعنی قبل از اینکه من حرکت بکنم نمایندگان مجلس رو جمع کرد و همونجا به شخص من دشنام داد، ناسزا گفت و منو مفسد و فی الارض خوند. شما میدونید که این در عرف خمینی معنیش اعدام بود. ارتقای درجه هم پیدا کردن، یعنی اونایی که کشتن شدن تیم مذاکره کننده توافق هسته‌ای. باورتون میشه تو دوره لاریجانی در سپاه پست و مقام گرفتن. بعدی عبدالرحمن برومند رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی بود. فروردین سال 1370 تو پاریس موقعی که داشت میرفت خونش دم آسانسور با چاقو سلاخش کردن. دولت فرانسه همون زمان گفت این یک عملیات تروریستیه. قبلا هم هشدار داده بود که اسم ایشون در لیست ترور ایران، یعنی ایران یه کاری میکنه کلا همه میدونن تروره، ولی بازم بالاخره یک کشور دموکرات دیگه. اون طوری که من شخصیت پدرم رو میشناختم، نه اولا زیر بار زور برو نبود یک لحظه و زندگی در جمهوری اسلامی دائما تا کردن با زوره. شاپور بختیار رو یادتونه؟ به همین سبک کشتن. یکی رو فرستادن که عملیات تروریست رو تو خاک فرانسه اجرا بکنه. ایشون آقای انیس نقاش لبنانیه. فرستادن که موفق نشد. البته خیلی هم با افتخار تو تلویزیون از این عملیات تروریستی که موفق نشدن حرف میزنن که همچین آب از لب و لوچه یامین پورشون روان شده. برای به درک واصل کردن نخست وزیر شاه شاپور بختیار به پاریس میرن و هرچند اون عملیات انجام نمیشه در مرحله اول. بعدم آقای ولایتی با افتخار در مورد مبادله یک تروریست حرف میزنه. ما قول دادیم همه نفوذمان را برای آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان به کار بگیریم و واقعا هم عمل کردیم و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد در عوض کارهایی برای ما بکنند که از جمله عفو و آزادی انیس نقاش بود. زحمت ولایتی و آقای انیس نقاش در ترور بختیار نتیجه نداد، ولی اینا پشتگرمی که دارن اشکی نداره، ول نکردن. دفعه بعد اومدن طوری کار رو انجام بدن که تموم بشه. رفتن ادای دین بکنن با آقای بختیار و منشی جوانش سروش کتیبه. هر دو رو با هم کشتن. 2 تا از قاتلا فرار کردن، اما علی وکیلی راد دستگیر شد. 18 سالم تو زندان فرانسه بود، ولی بعد برگشت به آغوش مقدس جمهوری اسلامی. حالا فکر کن پدرت رو بکشن و از قاتل پدرت به عنوان قهرمان ملی استقبال کنن. چه بلایی سر قلبت میاد؟ بعد از سال 1991 که پدرم رو کشتن، دوباره آزادی وکیلی راد عیناً کشته شدن پدرم دوباره است. نفر بعدی فریدون فرخزاد، هنرمند، نویسنده، شاعر، خواننده. یه تابستون خونین دیگه مرداد 1371 بود. 3 نفر به عنوان دوست، آشنا، رفیق میرن خونه فریدون فرخزاد. گزارش پزشکی قانونی شهر بن آلمان همون موقع گفته که فریدون با 21 ضربه کارد آشپزخونه کشته شد.
فرخزاد جرمش این بود که هر جا میکروفون دستش میگرفت فقط آواز نمیخوند. اگر بر اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص به روی عمه خود افتاد، طفلی که از این جریانها دست میشود حلال زده است. ترور شرفکندی در میکنوس 40 روز بعد از ترور فرخزاد بودا رفتن سراغ سران حزب دموکرات کردستان توی رستوران به اسم میکنوس در آلمان. داشتن شام میخوردن، این دفعه با اسلحه وارد شدن، همه رو بستن به رگبار. پرویز دستمالچی شاهد زنده ترور رستوران میکنوس که دکتر شرفکندی و بقیه رو وقتی با مسلسل به رگبار بستن با چشمای خودش دیده. دستی رو دیدم، فقط دستش رو دیدم، ولی آستین مشکی داشت که به طرف شرفکندی تیر با کلت نه با مسلسل تیر خلاص میزد. بعدی ترور رضا مظلومان معروف بود به کوروش آریامنش از اعضای سازمان درفش کاویانی بود. خرداد سال 1375 دوباره تو پاریس کشتنش. فردی به اسم احمد جیهونی خودش رو به مظلومان نزدیک میکنه و بعد از 1-2 سال که خوب خودش رو تو دلش جا کرد دست یک قاتل حرفی رو گرفت و برد خونش و گفت بزن. اصلا آدم میگه مای تنانم من نکشن اینو. هاشمی رفسنجانی که دست به خاطر نویسیش خیلی خوب بود چون کلا خاطر قتل اینا زیاد بود دیگه. متاسفانه از 1000 بلندگوی دنیا 5 تاشم دست ما نبودی که ما همه چیز رو معرفی کنیم. در خاطرات سال 1375 در مورد کشتن رضا مظلومان شرح مفصل میده که آقای فلایان وزیر اطلاعات آمده راجع به عزل امام جمعه کرج و نیز تنبیه ماموران متخلف که در اروپا خود سر دست به کار غیر قانونی زدن در مورد رضا مظلومان و بردن مواد به آلمان صحبت شد در موردش و در شب عاشورا هم اجرا شد کشتنش. بعدی ترور در آرژانتین. یه ماشین پر از مواد منفجره مرکز یهودیان رو تو آرژانتین منفجر کردن. 87 نفر رو یه جا کشتن، بیش از 300 نفر هم مجروح. البته کم کم قتل‌ها و ترورهای خارج کشور از عوامل وزارت اطلاعات و هاشمی و فلایان و یارانش افتاد به دست سپاه قدس، ارتقا پیدا کردن. آخرین رئیس سپاه قدس ایشون هم بوده دیگه که البته هر روز هم داره مدال شجاعت میگیره. برای چی؟ برای اینکه اعتراف کردن به قتل. ما وقتی میزنیم میگوییم، شجاعانه میگوییم. بعدی بیژن فاضلی. این دفعه پدر رو نشونه گرفته بودن ولی پسر قربانی شد. بیژن فاضلی پسر رضا فاضلی بازیگر و منتقد جمهوری اسلامی بود که تابستون 1365 تو مغازه‌اش تو لندن بمب گذاشتن. خلاص. قاتل ایشون هم البته هنوز ازش رونمایی نشده. و اخیراً مهدی امین فعال سیاسی در کانادا تو همین هفته قبل کشته شد. هنوز پلیس داره تحقیق میکنه ببینه دست حضرات هست گل دیگه‌ای کاشتن که تو کانادا یه پرونده تروریستی دیگه براشون باز بشه یا نه. اما به محض کشته شدن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی این پدران همشون همسر و فرزندانشون رو توی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه از دست دادن. حالا تو کانادا تهدید شدن به اینکه خودتون رو هم میکشیم. چرا؟ چون گفتن قاتل بچهای ما کجان و چرا محاکمه و دادگاهی نمیشن. بهشون گفتن اگر جرأت دارید یه بار دیگه سوال بکنید تا خلاصتون بکنیم. بعدم رهبرشون به جوانان فرانسه، کانادا، تمام جوانان غربی از دم آحاد جوانان نامه داده که برید رؤسای جمهورتون رو نقد بکنید. باورتون میشه؟ پولی که باید میرفت سر سفره مردم، پولی که باید میرفت تو جیب کارگرا تا نوبتی خودسوزی نکنن، کجا رفته؟ رفته تو جیب یه سری سوگلیا که مأموریت دارن در خارج کشور مخالفان رو بکشن. و چون پول میدن تا آدما رو در خارج کشور بکشن، همه از خودشون میبینن. اخیراً فدراسیون فوتبال مسئولانش گفتن این ورزشکارایی که دارن میگن جمهوری اسلامی رو باید از ورزش جهانی اخراج کرد، همشون پول گرفتن. این شما و این هم وحید سرلک، قهرمانی که 14 سال توی تیم ملی بوده، 3 بار بهش گفتن به زور باید جلوی اسرائیل ببازی، حالا جمهوری اسلامی رو برده در دادگاهی در آلمان، ولی بهش پول پیشنهاد دادن. اول 5000 یورو، بعد 50000 یورو. گفتن ساکت باش، شکایت تو پس بگیر، آبرو جمهوری اسلامی رو نبر. ایشون هم گفته من خریدنی نیستم. 41 سال ایران تو هیچ رشته ورزشی با اسرائیل مسابقه نداده. مسئولان ایران اومدن دادگاه به دروغ میگفتن که نه یه هم چیزی نیست. و من خیلی خوشحالم که انقدر وجودشو داشتم تو صورت تک تکشو نگاه کنم بگم دارید دروغ میگید، دروغگو هستید، 41 سال به ما دروغ گفتید، 41 سال حق همه ورزشکارا رو خوردید. من نمیذارم. سانسور.
صدای آمریکاست.